салом алайкум дӯстони азиз. Беҳтарин қиссаро танҳо барои шумо мегузорам ки ин ҳақиқат аст. Ин кадом олима мепурсӣ, кадом домлора мепурсӣ, кадом китобе ки мекушад, ин ҳақиқат аст. Машаллоҳ, ин далел, факт гуфтани гап нест. Одами баақл ки гӯш кард, машаллоҳ мефаҳмад. خب الحمدلله لوحه‌ای که اینا ما دیدیم همین منطقه را بئر عثمان رضی الله تعالی عنه خلیفه سوم بعد عمر رضی الله تعالی عنه قصه بئر عثمان ابن عفان یعنی چاه عثمان رضی الله تعالی عنه. خب قصه که در برای همین بئر وابستگی بگیم به تاریخ همین چاه بود. ما گفتیمش که یک یهودی تجارت عثمان رضی الله تعالی عنه رو میخواست که بفهمه که اصلا مقصدش فروختن چاهش بوده. یک قیمت گفتش که به حد به اندازه زیاد بود. مهاجرینی که در این منطقه بودن، بعضی مهاجرین در این منطقه بودن، بعضی مهاجرین در نزد مسجد نبی صلی الله علیه و سلم. مهاجرا احتیاج به آب داشتند، اما آب به نرخ قیمت به مهاجرین میفروخت. مسلمان‌ها یعنی به مسلمان‌ها میفروخت. یهودی ها. خب بعد وقتی که در سودا منتشر شد به نرخ خیلی قیمت، عثمان رضی الله عنه خواست که بخره همیشه. بعد عثمان رضی الله تعالی عنه پیشنهاد کرد همچون یک تاجری با برار کارش برار میگه پیشنهاد کرد یهودی را که نیمی چاه تا بکنش، یعنی یه روز ما استفادهش میبرم، یه روز تو یهودی. به همه شکل به هم یهودی نیمی پول نگفته، یک کمی قیمت‌ترش گفت عثمان رضی الله عنه. یهودی راضی شد تا عثمان رضی الله عنه فروختش. عثمان رضی الله عنه در نوبت روز خودش آب چاه به پول کرد. برای مسلمان‌ها به پولش کرد. و در روزی که نوبت دوری یهودی بود، یهودی می‌آمد اگه پیش چاه می‌ایستاد، وقتش می‌گذرون، روزش می‌گذرون که یک کس بیاد آب بفروشه، از اون کس بخره که هیچ کس نمی‌آمد برای یه روز زپاس می‌کرد. یه روزه زپاس اون می‌خرد. داشتن. همه آب داشتن. برای همین به همین طریق بگیم که یهودی بویدو. یهودی بله بانکروچی دیگه. یهودی بانکروچی. چوها نیم فروخته بود. با نرخ پول نفروخته بود، با نرخ نیم یا کمی زیادتر فروخته بود. یعنی اون نرخی که با پرگی اگر میفروختش فایده میکرد، نه که نیم فروخته بود. عثمان رضی الله در نیم نرخ بود که چوها با پرگی گیری. بعد دیگه اون چوها فایده نکرد، میره بخش دوجه زایی میکرد، فروختش. یعنی عثمان رضی الله یا بار دیگر با براری کارش در تجارت همینجا اثبات کرد. این همون قصه چونی عثمان رضی الله عنه ولی این همینجا بله این چه الحمدلله خیلی خوب. سپید بگو بگو.